برداشتی که من دارم، اگر در دنیا الله جل شانه به من 1000 سال عمر بده، 1000 سال عمر، تمام طیاره ها، تمام ریاست جمهوری ها، تمام خزانه ها، تمام معادن، تمام اسباب، تمام ابزار، تمام فرشته ها، تمام جنیات، تمام انسان ها، تمام چوکیات، تمام زن ها، همه در خدمت ما باشن، از ما کسی حساب هم نگیره، به الله قسم، به الله قسم، به الله قسم، به اندازه 1 دقیقه زندگی بهشت نمیشه. بهشت از زیباتر است، نمیشه این بهشت مقایسه کنیم. پس چرا به واسطه راحتی دنیا راحتی بهشت در دست میدیم؟ برعکس اگر در همین دنیا 1000 سال عمر الله جل شانه برای من بده، تمام دریاها همه تیل بشه، گاز بشه، مواد سوخت بشه، تمام درختها و ابزار مواد سوخت جمع‌آوری کنیم، مر 1000 سال بوسوزانیم و زنده شم، به الله قسم به اندازه 1 دقیقه عذاب دوزخ و جهنم نمیشه. پس باید ما زندگی آخرت درست کنیم، باید کلمه صحیح بخوانیم، نماز بخوانیم، روزه بگیریم، حج و عبادات کنیم، آبروی مسلمان نرزیم، مسلمان تافه و تمسخر و رشقان نکنیم، ایناد نکنیم، ضدگری نکنیم، استفاده جویی از نام الله و رسول و قرآن و دین الله نکنیم، دین را خواهش نفس و شکم خود قرار ندیم، دین الله در بدل دنیای حرام و پلیت و ناچیزی که اندازه پر پشه ارزش نداره ما فدا و قربانی نکنیم. زندگی هر روز یا آبادی بهشت کار تو یا آبادی دوزخ، انسان به همین دو گپ مصروف است. پس کوشش کنیم که ما از جمله آباد کنندگان بهشتی الله باشیم. جرى ذكر من أهوى فزاد تشوقي